اگه تا حالا به فکر خرید لوازم خونه افتاده باشی، احتمالاً با این جمله معروفه جنس خوب گرونه ولی جنس ارزون کیفیت نداره روبرو شدی. حالا من میخوام بهت ثابت کنم که این جمله کاملا غلطه. سوال اول، یه اسپرسو ساز اقتصادی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ زیبایی ظاهر و رنگبندی متنوع که به دکور هر خونه‌ای بیاد. اما مهمتر از ظاهر قدرتشه. این مباشی ECM 2031 هم ظاهر و هم کیفیت و امکانات کامل رو با یه قدرت باور نکردنی بهتون هدیه میده. با توان 1100 وات و فشار 20 بار یک قهوه با کرمای فوق‌العاده بهتون میده. اما بهترین امکانش چیه؟ همین گیج قشنگی که روی دستگاه. این گیج بهتون فشار دستگاه رو نشون میده تا بتونید عصاره‌گیری بهتری بکنید. از همه مهمتر بخار حرفه‌ای هم که داره، میتونید باهاش شیر و فوم بدید و کاپوچینو و لته خودتون رو درست کنید. یعنی با پول یه قهوه ساز ساده یه دستگاه همه کاره دارین که حس و حال کافه های لاکچری رو به خونتون میاره. خب اگه شما هم میخواید تو این چالش 10 روزه با من همراه باشید و 10 تا از بهترین و اقتصادی ترین لوازم خونه رو بشناسید، دکمه فالو منتظرتونه. تا قسمت بعد.